سلام دوستای قشنگم. امروز اومدم به مبتدی ترین شیوه ممکن یه آموزش براتون بذارم که میتونید روی وسایل به درد نخور انجامش بدین و اونا رو قابل استفاده کنید. بریم با هم ببینیم این آموزش خوشگلو. مثل هوای نزدیک پاییز، مثل همون کافه و همون میز، با تو همه جا، با تو همه چیز یادم میمونه. اسمایی که تو رو من میذاشتی، اون خنده هامون قهر و آشتی، حتی یه وقتا دوستم نداشتی یادم میمونه. اینم از پایان کار ما با ماژیکای اکریلیک روی شیشه نوتلای به درد نخورمون ترک کشیدیم و اونو کردیمش جامد دادی. دوستان این ماژیکا با آب اصلا پاک نمیشن، فقط لازمه اگه روی شیشه میکشین حرارت بدین به مدت 1 الی 2 دقیقه توی مایکروفر تا همیشه ثابت بمونه رنگش.